ما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سوره فاتحه مقدمات یا وجه ضرورت ترجمه قرآن کریم دیروز بیان کردیم. امروز تفسیر سوره فاتحه شروع میشه. وجه تسمیه یا نام سوره فاتحه را ذکر کردیم، بلکه نه تنها یک نام بود بلکه 22 نام علما و مفسرین کرام برش ذکر کرده بود. سوره فاتحه امروز سوره مکی است. سوره ها دو قسم است، یکی مکی یکی مدنی. راجح ترین قول در این مورد است هر سورتی که قبل از هجرت نازل شده در هر جایی که نازل شده به نام سورت مکی یاد میکنه و هر سورتی که بعد از هجرت نازل شده به نام سوره مدنی یاد میکنه. امتیاز خیلی بزرگ در بین دو قسم سورت ها به اعتبار موضوعشان هم وجود داره. موضوعات سوره مکی همیشه مسائل عقیدوی می باشه، زیاد بحث از عقیده میکنه، به خاطر از اینکه تا او زمان کسی دین الله تبارک و تعالی را نمیشناخت، یکتا پرستی الله تبارک و تعالی موجود نبود. مردم به بتا سجده میکرد، با آفتاب سجده میکرد، ملائکه را بنات الله میگفتن نعوذ بالله، و شکلا و صورتهای ملائکه به زعم و گمان خود ساخته بودن. تعظیم و بزرگداشت نمی صورتها و تصویرها را میکرد، نمی مجسمه ها را میکرد به این عنوان که ملائک از ما خوش میشه و وعده پیش الله تبارک و تعالی نازدانه است، سفارش ما را در پیش الله تبارک و تعالی میکنه. این موضوع انشالله در مالک یوم الدین میایه تشریحش میکنیم. سوره های مکی پیغمبر علیه السلام که 13 سال در سرزمین تیر کرده زیادتر برای ذهن سازی مردم کار کرده، یعنی برای جابجا ساختن عقیده یکتاپرستی الله و عقیده بر حق الله بسیار مبارزه کرده تا که مردم حقیقت بدانه. بعد از 10 سال مدینه منوره که سالای حکومت اسلامی است، در اونجا بخشای عملی خیلی زیاد ذکر میشه. از همون خاطر در سوره های مکی بحث از عقیده زیاد میشه و در سوره های مدنی بخش از اعمال و احکام زیاد میشه. این معنا را نداره که دیگه موضوعات در ذکر نمیشه، بلکه مثلا احکام در سوره های مکی هم میه و همچنان بخش عقیده در سوره های مدنی هم میه. سوره فاتحه چون سوره مکی است، مهمترین موضوع از این بخش عقیده است، اگرچه موضوع عمل هم در اینجا ذکر شده ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اولین مقصدش بیان یکتاپرستی الله تبارک و تعالی با دلایل است. از همون خاطر ما در جمله مضامین سوره فاتحه که وقتی بیان میکنیم در اولش دعوا است که الحمدلله است، بعد از او 3 دلیل داره: رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد از او اظهار عبادت و اعتراف بندگی الله تبارک و تعالی از طرف مخلوق الله است و پس از او تعلیم سوال کردن از الله تبارک و تعالی است. بیان 3 فرقه در آخر سوره فاتحه میشه. یکی او کسانی که منعم علیهم است، الله سرشان انعام کرده، راه هدایت الله برشان نصیب کرده، و 2 طایفه دیگه که و مغضوب علیهم الضالین است، یعنی مردمانی که میدانن لیکن عمل نمیکنه یا از روی جهالت حق پیدا نکرده. بیان او طایفه ها میشه. یقینا که سوره فاتحه مشتمل به بسیار مطالب عمده است. از همین خاطر علی رضی الله عنه میفرمه که اگر ما بخواهم 70 شطره از تفسیر سوره فاتحه بار کده میتونم، یعنی نوشته میتونم. از همین خاطر است که سوره فاتحه اصل اجمال تمام مطالب قرآن کریم شمرده میشه. این سورت به اعتبار نزول 5م سورت است که نازل شده، اما به اعتبار مجموعه سورت اولین سورت است. هیچ سورتی که به طریق مجموعه نازل شده باشه از سوره فاتحه کده پیش نیست، اما به اعتبار مطلق نزول از این کده پیش 4 سورت دیگه ذکر شده. این سورت فاتحه بعد از سوره مدثر و قبل سوره لهب ذکر شد نازل شده. سوره فاتحه دارای 7 آیت است، اگرچه در 7 آیت بودنش اختلاف وجود داره. کسانی که بسم الله را جزء سوره فاتحه میدانه مثل امام شافعی رحمت الله علیه و احادیث هم در این مورد داره. و در انعمت علیهم اگر شما فکر بکنی اونجا یک آیت کوچک نوشته کرده، او را در جمله آیت نمیشماره. تا ولدالین از صراط الذین انعمت علیهم تا ولدالین یک آیت است، با بسم الله 7 آیت میگرده.
لیکن کسانی که بسم الله را یک آیت مستقل برای جدایی آوردن در بین صورت ها قائل است، مثل احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه رحمت الله علیهما، باز در انعمت علیهم اینجا آیت تکمیل میشه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دیگه آیت میشه، چرا که بسم الله یک آیت مستقل است، جز فاتحه نیست. اختلاف هم از زمین خاطر پیدا شده که امام شافعی رحمت الله علیه میگه بسم الله در نماز جهر خوانده شود و احادیث صحیح هم در مورد جهر گفتن بسم الله موجود است، اما به نزد ائمه دیگه مثل امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما خفیه خوانده میشه. تاسف در اینجاست که امام مالک رحمه الله میگه بسم الله و اعوذ بالله هیچ وجود نداره در نماز، از زمین خاطر بعد از دعای استفتاح متصل مستقیما الحمدلله شروع میشه. یکی از مسائلی که همیشه ما بر میخوریم، باید به برادرای خود قناعت داده بتانیم بگوییم که اگر ما عمل به مذاهب میکنیم و خیلی پابند و لازم میدانیم قول امام خدا، نمیتونیم که عبادت خدا به نقشه پیغمبر برابر کنیم. مالکی مذهبا در اینجا نمیتونن که اعوذ بالله و بسم الله بگویند و قول امام مالک رحمه الله ترجیح بدن، با وصفی که احادیث خیلی زیاد برای خواندن بسم الله و اعوذ بالله موجود است. آلی اگر وا پابندی قول امام مالک رحمه الله را بکنه، نمازشان موافق نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیگرده. از همون خاطر مجبور هستند که اینجا قول امام مالک یعنی قول امام خدا ترک بکنه، به خاطر که نماز مثل نمازی کی بگرده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ام قسم بسیار مسائل در مذاهب وجود داره که صراحتا از حدیث مخالفت است، صراحتا، یعنی اینطور نیست که نعوذ بالله صراحت نباشه. امام ابو حنیفه رحمه الله زمانی که یک به انسان یک نعمت میرسه، ناگهان کسی بر شیرینی خورد اول لمبر کامیاب شدی، کسی شیرینی خورد در خانه بچهش پیدا شده، کسی شیرینی خورد که در حج پشکت بر آمده، ادمو مقام تو سجده شکر کرده میتونی و در حدیث صحیح ثابت است. اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قائل نیست. ولی اگر تو عمل به قول امام ابو حنیفه رحمه الله میکنی، مخالفت صریح احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم میشه. از همون خاطر ما مذاهب رد نمیکنیم، ما میگیم در مذاهب کدام قولی که خلاف نص صریح یعنی از آیت قرآن یا حدیث پیغمبر ثابت شود، نظر به توصیه خود ائمه کرام او قولات ترک میشه. خشکوتری هر امام و هر عالم گرفتن نمیشه، بلکه ترازو داریم، معیار داریم، کتاب الله و سنت رسول الله، به او طول میکنیم و مطابق از او رفتار میکنیم. ما نظرات رد نمیکنیم. هیچ وقت مردم سر ما تهمت های بیجا میگوید، لیکن ما میگیم نه، جایی که مخالفت صریح با حدیث پیغمبر میاد دیگه او را رد میکنیم. امام مالک رحمه الله خود گردن خود خلاص کرده، گفت هر کس قولش ام قبول میشه ام رد میشه بغیر از صاحب امی قبر. چرا که در مسجد نبوی درس حدیث میداد امام مالک رحمه الله، همیشه سند خود بیان میکرد عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر صلی الله علیه و سلم باز بیان میکرد و میگفت غیر صاحب قبر که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دیگه کس قابل از این نیست که عصمت داشته باشه، یعنی خطا میشه. یا به طور مثال مسئله دیگه ش بگویم، مسئله دیگه مثل چی واره؟ او ارسال میکنه دستار اعلان نماز میخونه، در یک حدیث صحیح پیغمبر ارسال یا اعلان کردن دستا ثابت نیست، لیکن یک قول شاگرد امام مالک نقل میکنه با وصفی که در خود کتاب حدیث امام مالک رحمه الله معطا در اونجا ارسال یدین نیست، وضع یدین است. حتی سر سینه ماندن دستا در حدیث خودش ذکر شده، بر روایت خودش ذکر شده. آلی اگر مالکی ها بخیزه ارسال یدین بکنه کل عمر، شما بگویی که یا به حق رسیدن یا نیکی غلط کردن، چرا که به یک حدیث ثابت نیسته. خود تنها قول یک عالم پذیرفتن و در مقابل حدیث پیغمبر سخت جفاست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش روی الله و پیش روی پیغمبر و قولش قول دیگری هم ترجیح داده نمیشه. اصل دین این نیست. باید ما جستجو بکنیم، تحقیق بکنیم که بدانیم حقیقت دین کدام است. از او خاطر در اینجا در موضوع بسم الله الرحمن الرحیم براتان گفتم که امام مالک رحمه الله حتی قائل نیست، ولی قول امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ما دیروز هم براتان گفتم در مورد ازی که بسم الله یک آیت مستقل است برای جدایی آوردن در بین سورت ها
نازل شده، تنها در سوره براءت نه آمده، پیغمبر امر نکرده، از امو خاطر عثمان رضی الله عنه بسم الله را در اونجا نوشته نکرده. دیگه کل جا بسم الله ذکر میشه برای جدایی و این قول راجح است نظر به دلایل. از او خاطر سوره فاتحه 7 آیات شمرده میشه، یا با بسم الله یا بی بسم الله، نظر به اختلاف علما. ده هیچ کدام گپی نیست، نظرات است. حالی اگر ما ایرا 7 آیات بسم الله را جزش بدانیم یا جزش ندانیم، هیچ کدام موضوع چی نمیشه، خراب نمیشه. گپی است، نظرات علماست. اما ما دلیل میبینیم که دلیلی کی قوی است. دلیل امام ابو حنیفه و احمد رحمت الله علیهما خیلی قوی است. از او خاطر ما قائل بایستیم که بله بسم الله جزء سوره فاتحه نیست، بلکه یک آیت مستقل است. از همون خاطر ما قائل به خفیه خواندنش هستیم. بله یک مرتبه ای جهر خوانده شود، چرا که یک آیت مستقل است. قاری صاحب بعد در ختم یک مرتبه جهر بخوانه، خو لازم نیست که در سوره اخلاص بخوانه در قل هو الله احد. قاری صاحب ما حتما در قطعی سوره اخلاص میخوانه، حتما مشخص نکو. در هر موقعی که برابر شد یک مرتبه بسم الله را در بین دو سوره چی بگو؟ بگو ظاهر بگو، به جهر بگو، به خاطر که یک آیت مستقل قرآن شمرده شده و خاص نیست به سوره اخلاص. و همچنان تکرار سوره اخلاص این ضرور نیست که 3 مرتبه. او را به خاطر میخوانم، میگه خطایی که در قرآن شده باشه، چون سوره اخلاص ثلث قرآن است، ختم ما تکمیل میشه. بیادرکم سوره اخلاص که ثلث قرآن است، به این اعتبار که قرآن مشتمل به 3 موضوع است: توحید است، رسالت است و میعاد است. چون سوره اخلاص مکمل بحث توحید الله را کرده، کسی که ای را بخوانه به معنا و مقصد خود بدانانه، او یقینا که یک موضوع اصولی دین تعلیم کرده، یاد گرفته. از او خاطر او 3 قرآن کریم شمرده میشه. ولی یقینا کسی که سرش عمل بکنه الله همو قدر ثواب میده. این خطاهای ختمی تو را جبیره شده نمیتونه که تو بربرک واره خواندی، در قصهش نشدی، در 3 روز ختمه را کردی، به خاطر که در 6 جای ختم گرفتی، دکانداری را شروع کردی، کل سال نشستی دیگه کار نکردی. و این دهی ماه مبارک رمضان این قرآن کتاب پول گرفتن نیست برای ثواب که کسی میخونه، برای علاج. درست است دین روزی گپ تیر کردیم. به هر ترتیب اول موضوع ما چرا سوره فاتحه مقدم ذکر شده از کل سوره های قرآن کریم، 2 وجه را بیان میکنیم، اگرچه مفسرین کرام بسیار وجوهات بیان میکنه. یک وجه را ما مثل که در بسم الله بیان کردیم، سوره فاتحه مضامینش مجمل است از کل قرآن کریم. کل قرآن کریم از 4 موضوع عمده بحث میکنه. اول بحث خالقیت است، یعنی اثبات این موضوع که همه کائنات موجد و پیدا کنندش کیست؟ الله تبارک و تعالی است. و از این دلیل گرفته میشه وقتی که پیدا کننده الله تبارک و تعالی است. حالی تربیت کائنات کی میکنه؟ رب العالمین هم کی است؟ دوم موضوع بیان میشه که تربیت تمام اجسام کی میکنه؟ الله. سوم موضوع رزاقیت یا رحمانیت الله است. تربیت روح ها هم کی میکنه؟ الله. چهارم موضوع قیامت است. قیامت به 2 بخش تقسیم میشه، کسی در اونجا بغیر از اذن الله شفاعت کرده نمیتونه، شفاعت قهری و بزور اونجا وجود نداره. و دوم حالات قیامت مثل جنت، دوزخ، محاسبه، پول صراط، چیستا سوال و جواب در قبر، اینی مسائلی که تعلق به آخرت داره ذکر میشه. البته هر موضوع مصدر با کلمه الحمدلله شده. از سوره فاتحه تا سوره انعام موضوع اول، از سوره انعام تا سوره کهف موضوع دوم، از سوره کهف تا سوره سبا موضوع سوم، از سوره سبا تا آخر قرآن موضوع چهارم. موضوع چهارم تقسیم شده از سبا تا سوره فاطره، نفی شفاعت قهری است، دیگه مکمل حالات قیامت بیان میشه. امی 4 موضوع در سوره فاتحه به طریق اجمال ذکر شده. در الحمدلله موضوع خالقیت الله تبارک و تعالی ذکر شده. الحمدلله کل صفتهای کمال برای الله است. یکی از صفتهای کمال خلق است، ایجاد است، پیدا کردن است. موضوع دوم ما تربیت است. مخلوقات که الله پیدا کرده تربیت کی کرده؟ کلان کی میکنه؟ زنده کی نگاه میکنه؟ هر حیوان، پرنده، حشره، درخت، هر چیز در منزل و مقصدش رسانیدن، این میره کی میکنه؟ الله تبارک و تعالی. بعد از او تربیت روحا را کی میکنه؟ به انزال کتابای الله و بروان کردن انبیاء علیهم السلام که بندگان تربیت میکنه، ایرم الله میکنه. چهارم حالات قیامت و اختیاراتش پیش کیست؟ الله. در الحمدلله بیان خالقیت، در رب العالمین موضوع تربیت، در الرحمن الرحیم موضوع تربیت ارواح یا رزاقیت، در مالک یوم الدین موضوع
حالات آخرت است. 4 موضوع در قرآن کریم به طریق تفصیل بود، در سوره فاتحه به طریق اجمال ذکر شده بود. یک وجه. دوم، سوره فاتحه مجمل است از کل قرآن کریم. قرآن کریم از 3 موضوع عمده بحث میکنه: بحث توحید، بحث رسالت و بحث میعاد آخرت. در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کلش بحث توحید شده، توحید الله. در اهدینا الصراط المستقیم بحث رسالت شده. در مالک یوم الدین یا 3 طایفه که در آخر ذکر میشه، در اونجا پاداش به 3 طایفه داده میشه و 3 طایفه اعمالش متنوع، نتیجهش متنوع، عقیده متنوع، اونجا اثرات متنوع می باشه. از او خاطر در اینجا بحث میعادم شده. سوره فاتحه را از این خاطر در اول سورت ها ذکر کرده. دوم موضوع ما الحمدلله، بزرگترین موضوع که الله تبارک و تعالی روان میکنن بیا علیهم السلام، مقصد و غرض روان کردن پیغمبران بیان توحید الله است. با مخلوق الله بدانانه که فقط در تمام امور متصرف و اختیاردار تنها و تنها کیست؟ الله. لایق بندگی و پرستش کیست؟ الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر جماعت و امت پیغمبر را روان کردیم. پیغمبر چی مضامینی داشت، چی پیامایی داشت؟ در رأس پیاما و در سر فهرستشان موضوع توحید بود. می گفتن که اعبدوا الله، عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکنی. چرا این موضوع مهم است؟ ملت ها در زمانه ها و تاریخ ها که خطا شده، در این موضوع خطا شده. الله را من حیث خالق میپذیرفتند. مشرکین مکه هم سوال میکردی که وقتی اگر سوال میکنی که آسمان و زمین کی پیدا کرده، یا جواب میدادن که الله پیدا کرده. خالق الله را میشناختن، رب العالمین الله را میشناختن، اما در عبادت و پرستش کسی دیگر حصه میدادن. آل عبادت چی مفهومی دارد؟ یا که نعبدو بازمیم. اونجا حالات مردم ما واضح میشه برای ما که آیا مردم ما واقعا موحد واقعی هست یا نیست. از امو خاطر ما زیاد تلاش ما به این خاطر است که ملت مظلومه از عقیده صحیح قرآن آگاه کنیم، بدانیم که یکتا پرستی الله کدام موضوع است، چی اثراتی داره، و اگر کسی عقیده توحید نداشته باشه چی نعوذ بالله عواقب زشت داره. این را باید بدانیم. منظوری ما دلسوزی بالای ملت است. ما اینطور نمیگیم نعوذ بالله که مردم بد بگیم، مردم توهین و تحقیر کنیم. ما دل ما میسوزه که برادر مسلمانی ما که سالا زحمت کشیده تکبیر اولا را گفته، خود وقتی جان کندن هم میگه یا سخی صاحب یا پیر صاحب این حالت مرا چی کو آسان بکو. الله را نشناخته که به الله عاجزی کنه، نمیگه که الله مرا پیدا کرده، تربیت داده، رزق داده و باز معامله هم قطع الله تبارک و تعالی است. امی قدر گپ در کردن نکرده. از او خاطر ما تلاش داریم که امت این بیچاره مردم مظلوم آگاه شود که الله را بشناسه که الله کدام ذات است. آلی وقتی که موضوع توحید خیلی مهم موضوع بود، چرا شروع نکرد قرآن کریم به لا اله الا الله که گفت الحمدلله؟ عجیب درس است. قرآن یقینا کتابی است که انسان یک دم بیدار می سازه. الله تبارک و تعالی الله است، خالق است، مالک است، متصرف است. ما مملوکش هستیم. هر فرمان الله تبارک و تعالی قابل اجراست، چون و چرا نداره. ما حق نداریم سوال بکنیم چرا گفته نمیتونیم، دلیل سوال نمیتونیم. موضوعات الله است، او فرمانده است، او خالق ماست، سر ما را مکلف به یک امر میکنه. لیکن الله تبارک و تعالی به مخلوق خود تعلیم میده که من خالق هستم. وقتی یک مسئله را بیان میکنم بی دلیل از شما نمیگم که شما بپذیری، بی دلیل براتون میگم. از شما مطالبه توحید دارم، لایق پرستش و بندگی غیر از الله دیگه کس نیست. آلی یک دعواسته، بی دلیل نمیگم براتون. از همون خاطر است که در قرآن کریم سر این موضوع مکمل دلایل ذکر میشه، دلایل عقلی و دلایل نقلی. هم به عقل برات ثابت میکنم، به نقل. یقینا انسانی که متوجه تنها برای وجود خود شود بس کفایت میکنه الله را میشناسه که الله کدام ذات است. ما سری سجده را برای کی پایان کنم؟ من عبادت مخصوصی کی بسازم؟ بالکل درک میکنه. لیکن بازم الله دلایل بیان میکنه. به ما تو درس عظیم میده و این فرمولی واقعی راهیابی است. کسی که میخواد جدول راهیابی را پیدا کنه که ما بینمی حساب و بینمی قدم راه حق پیدا بکنم، زمانی راه حق پیدا میکنه که پیشش این احساس و شعور باشه که ما هر سخن بی سند و دلیل قبول ندارم.
اگر این گپ قطش بود ان شاء الله بالکل در حق میرسه. ما نمیگیم سخنای ما را مکمل بپذیره، طول کنه سخنای ما را که سخنای ما واقعا به استناد دلیل هست یا نیست. اگر دلیل داشت باز تو پیروی دلیل میکنی، از ما را نمیکنی، چون دلیل وجود داره. ملا صاحب عالمه که گپش قبول میکنی، به این خاطر قبول میکنی که عالم از قرآن و حدیث برای ما گفته. اگر تو بگویی که نه از امو کتاب پدری خود برای ما گفته یا از شکم خود گفته، یک روزم تو گپیش نمیپذیری. و طوری مردم خوزیات است چرا گپی کلگی را نمیپذیریم. خلی که نمی عالم اگر گپش خطا شد، خلاف دلیل شد، باز دیگه فرد گپیش ترک میکنی. این امی قسم که نی عالم است، امامای مجتهدین هم امی قسم است. عزیزا و دوستا ما را میگه سر این مسائل خیلی بحث نکن. چرا بحث نکنیم؟ را کی پیدا میتونیم، حق کی پیدا میتونیم. و امی توصیه ائمه مجتهدین کرام است، امی گپ است. و امیر میگه امام ابو حنیفه رحمه الله مکمل مسئولیت از خود رفع کرده. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. با شاگرد ممتاز خود ابو یوسف رحمت الله علیه میگه یا یعقوب تمام چیزا را که ما میگم نوشته نکن. چرا ما انسان هستیم امروز یک سخن میگیم صبح دیگه سخن میگیم. منظوری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چیست؟ منظورش است که سند و دلیل برش پیدا کو. در دیگه سخن مبارک خود چی میگه؟ میگه که برای کسی جایز نیست که به قول ما فتوا بده تا وقتی که ایرا پیش نکنه به کتاب الله و سنت رسول الله. چقدر سخن طلایی گفته. ولی امروز ما تو چرا عناد میکنیم؟ چرا ضد بازی میکنیم؟ او خود برای توصیه میکنه و تو رای دیگری را روان هستی. چرا اینطور کار میکنی؟ سخنان امام بزرگواری تا پیش کو که با حدیث پیغمبر تکر داره، تصادم داره یا نداره. اگر داشت قولش ترک میشه بنابر توصیه خودش. او میگه که حدیث صحیح مذهبی ماست، روش ما فقط حدیث صحیح است. پیدا کنی سرش عمل بکنه. اگر نیکی موافق بود علی الراس والعین، تو تابعداری شخص نکردی، تو تابعداری دلیل کردی. اگر حنبلی است، اگر شافعی است، اگر مالکی است، کلگی نمیطور است. هیچ کس از این مستثنا نیست. اینجا تابعداری دلیل میشه و تابعداری دلیل به نام اتباع یاد میکنه. چرا بی دلیل گپ قبول نکردی؟ یکی تقلید است، یکی اتباع است. تقلید قبول قول غیر بلا دلیل است، دلیل نداری گپیش میپذیری. اتباع میگه قبول قول غیر خب با دلیل که سند داره از او خاطر میپذیری. امی دین است. این میره دین میگه. اگر کسی میگه که نه خلاف سوای از این دین است، ما خو بسیار تعجب میکنیم که چرا این دین شود، چرا اینقدر دیر شود. گپی ما در ای آمد که الله تبارک و تعالی در اینجا لا اله الا الله به شروع نکرد، برای ما تعلیم داد، فرمول داد. هر سخن پذیرفته میشه به استناد دلیل. الله تبارک و تعالی دعوا داره الحمدلله کل صفتای کمال الوهیت مخصوص الله است. یک دعواست. الله به دلیل ثابت میکنه؟ نمیکنه، بالکل میکنه. چرا کل صفتای کمال برای الله مخصوص است؟ به خاطر که رب العالمین الله است. در دنیا در جهان همه کائنات که ما مشاهده میکنیم، از درخت و سبزه گرفته تا پرنده را، از پرنده گرفته تا حشره را، حشره گرفته تا حیوانات، از حیوانات گرفته تا انسانات، از انسانات گرفته تا ملائکه و جن، کلش تربیتش کی میکنه؟ آیا یک کسی دیگری دمی صفت امرای الله شریک است؟ یا ملک، یا جن، یا پیغمبر، یا ولی؟ بگویه. دعوا را الله ثابت میکنه به دلیل، سخت دلیل پیش میکنه. بعد از او الرحمن الرحیم دوم دلیل، مالک یوم الدین دیگه دلیل. بس دعوا را به دلیل ثابت میکنه. به ما تو درس داد که انسان وقتی من سخن خود به دلیل ثابت میکنم، سخن انسان ها بی دلیل قبول شود؟ سخن انسان ها بی دلیل قبول شود؟ کلا قطعا سخن انسان ها هم ضرورت به دلیل داره. از همون خاطر یک امام هم مسئله خود بی دلیل سری کسی قبولانده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. تا که دلیل ارائه نکنه، سند از قرآن حدیث پیش نکنه، نمیشه گپش قبول. از همون خاطر در الحمدلله اولین درسی که قرآن برای ما میده، فرمول برای ما میده. هر سخن باید به استناد دلیل قابل قبول شود. دعوا باید ثابت توسط دلیل شود، بی دلیل نباشه. خب چرا لا اله الا الله نگفت که الله گفت الحمدلله؟ یک وقتی ما میگیم که لا اله الا الله معبودی بر حق و قابل بندگی و پرستش غیر از الله دیگه کسی نیست، ما وقتی ادعا را کرده میتونیم که یقینا برای ما ثابت شود
که دارنده صفات ذاتی و فعلی، دارنده صفات کمال امی ذات است، از او خاطری قابل پرستش و بندگی است. اگر این کمالات در این وجود نداشته باشه قابل بندگی و پرستش نیست. از امو خاطر کلمه الحمدلله را الله آورد و ای را توحید در شکر گزاری میگه. دو ترجمه را باز میکنیم بخیر براتان.